نمسی خدمت همراهان گرامی و تشکر از کادر رحیمی. توی این قسمت قراره که در مورد مرحله اینتوبیشن احیا صحبت کنیم، در مورد اندیکاسیون های انجام اینتوبیشن، در مورد آماده کردن وسایلی که برای اینتوبیشن لازم هست، نقش اعضای تیم احیا در مرحله اینتوبیشن و نحوه استفاده از لارینگوسکوپ و اینتوبه کردن نوزاد صحبت بکنیم، در مورد اینکه تا چه عمقی لوله تراشه باید فرو بره و فیکس بشه، از چه سایزی استفاده کنیم و در مورد ساکشن های اندوتراکیال قراره صحبت کنیم. همونطور که توی الگوریتم احیا ملاحظه می‌کنیم تا مرحله‌ای که ضربان قلب همچنان زیر 100 تاست و ما اقدامات اصلاحی احیا رو انجام دادیم اما ضربان قلب بالای 100 نرفت که اون قسمت کادر قرمز هست، در این قسمت باید راه هوایی آلترناتیو یا همون اینتوبیشن تعبیه بشه. پس اندیکاسیون های اینتوبیشن در احیا تداوم ضربان قلب زیر 100 در نوزادی که گام های اقدامات اصلاحی احیا روش هیچ تأثیری نداشته. همچنین اگر این نوزاد نیاز به ماساژ قلبی پیدا کنه، قبل از ماساژ قلبی حتما باید اینتوبه شده باشه و حتی اینتوبه کردن میتونه ضربان قلب رو بالا ببره و اصلا نیاز به مرحله ماساژ قلبی پیدا نکنه. اگه ما بخوایم ترشحات داخل لوله تراشه رو ساکشن کنیم، هم یکی دیگه از اندیکاسیون های اینتوبه کردنه. اگه بخوایم سورفاکتانت به مریض بزنیم باید اینتوبه بشه و همچنین یه سری از نوزادا هستن که یه سری آنومالی دارن مثل هرنی دیافراگم که توی هرنی دیافراگم به هیچ عنوان PPV با ماسک اکسیژن جایگاهی نداره و اگر نیاز به ونتیلیشن پیدا کرد باید مستقیم اینتوبه بشه. آناتومی راه هوایی رو ملاحظه می‌کنید که شماره 1 قسمت گلوت هست، شماره در قسمت زیرش غضروف کلیکوید و غده تیروئید روی اون رو می‌بینید. تراشه که مجرای اصلی تنفسه، محل دو شاخه شدنش کارینا نام داره که به دو شاخه اصلی و در ادامه انشعابات دیگه راه هوایی رو ملاحظه می‌کنید. وقتی ما اینتوبه میکنیم باید این تصویر رو ببینیم که از بالا که بخوایم شروع کنیم زبان نوزاد رو میبینیم که با تیغه لارنگوسکوپ نگهش داشتیم. اون زائده گوشتی که از بالا آویزان اپیگلوت نام داره، فضای بنبستی که بین انتهای زبان و اپیگلوت قرار داره والکولا نام داره که محلیه که تیغه لارنگوسکوپ باید داخل والکولا قرار بگیره. در قسمت پایین تر که به صورت وی برعکس می‌بینیم و سفید رنگ تارهای صوتیه که در ادامه اون نای نوزاد رو داریم. قسمت خلفی تر که ملاحظه می‌کنیم مری نوزاده. اینتوبه کردن یه پروسه تمیزه، برای همین ما باید سعی کنیم که وسایلی که می‌خوایم استفاده کنیم دچار کانتامینیشن نشه و پروسه رو تمیز انجام بدیم. نکته‌ای که مهمه اینه که اینتوبه کردن نباید بیشتر از 30 ثانیه طول بکشه. یعنی از اون لحظه‌ای که شروع می‌کنیم برای اینتوبیشن کردن طی 30 ثانیه باید انجام بشه. و برای اینکه این قضیه مقدور باشه، هم باید فردی که مهارت کافی برای اینتوبیشن داره حاضر باشه و قبل از اینکه مراحل اینتوبیشن رو شروع کنیم تمام وسایل و تجهیزات آماده باشه که طی 30 ثانیه قابل انجام باشه. بعد از اینکه ما اینتوبه کردیم باید ضربان قلب بره بالا، یعنی اگه بخواد پاسخ بده به اینتوبیشن ضربان قلب باید بره بالا. در نتیجه باید چست لید برای ثبت ضربان قلب نوزاد نصب کرده باشیم یا اگر چست لید نداره با گوشی پزشکی گوش بدیم که ضربان قلب داره بالا میره یا نه، و یا اینکه از روی عدد هارت ریتی که پالس اکسیمتر داره نشون میده این قضیه رو بسنجیم که آیا جواب داد به اینتوبیشن یا نه، که اگر جواب نداد وارد ادامه مراحل احیا که ماساژ قلبی و در ادامه بدیم احیا. قبل از اینکه اصلا نوزاد به دنیا بیاد تمام وسایلی که برای اینتوبیشن لازم هست رو باید آماده کنیم که این وسایل تیغه لارنگوسکوپ و دسته لارنگوسکوپ و تیغه هایی که استفاده می‌کنیم تیغه های صافه که به اسم میلر هست. ما تیغه کرف رو در سنین بالاتر استفاده می‌کنیم. نوزاد فقط تیغه های میلر یا صاف استفاده میشه که عدد شماره 1 که بزرگتره برای نوزاد ترم، 0 برای نوزاد پرترم و 2-0 گاهی اوقات برای اکستریملی پرترم ها استفاده میشه. لوله های تراشمون رو باید آماده کنیم که از سایز 2.5 3 و 3.5 معمولا کاربرد داره برامون. کمتر از لوله شماره 2 و یا لوله شماره 4 استفاده میشه و لوله های تراشمون غیر کافتار هستن در نوزاد.
گوشی پزشکی باید داشته باشیم، وسایل ساکشن باید آماده باشه، چک کنیم که ساکشنمون به درستی مکش داره، عدد مکشمون باید بین 80 تا 100 میلیمتر جیوه باشه. اگر بیشتر از این باشه احتمال کندگی و آسیب بافت ایجاد میکنه و اگر کمتر باشه قدرت مکش نداره. چسب ضد آب برای فیکس کردن لوله تراشه، قیچی برای بریدن چسب. گاهی اوقات بعضی افراد از استایلت که یه لوله فلزیه که در جلوتر توضیح میدم که چی هست ممکنه که لازم داشته باشن. حتما لارنجیال ماسک داشته باشیم که اگر به هر دلیلی نشد این توبه بشه از لارنجیال ماسک به صورت جایگزین برای نوزاد استفاده کنیم. همچنین پالس اکسیمتر و سنسورش و کاور سنسور پالس اکسیمتر رو باید داشته باشیم. وسیله‌ای که می‌خوایم باهاش ونتیلیشن رو انجام بدیم که مثلا دستگاه تی پیس هست اون رو هم چک کنیم و دم دستمون باشه. این لوله تراشه است که لوله تراشه که استفاده می‌کنیم سطح مقطعشون سرتاسر یکسانه. برای مثال وقتی لوله تراشه میگیم 3 یعنی سطح مقطعش 3 میلیمتره، 3.5 درشتره، 3.5 میلیمتره. بعضی از لوله تراشه‌ها مثل تصویر پایین که می‌بینیم در انتهاش 2 تا لندمارک داره که این برای اینه که وقتی که ما تارهای صوتی رو دیدیم و لوله تراشه رو می‌خوایم وارد کنیم تارهای صوتی در محاذات بین این 2 لندمارک قرار بگیره، نه خیلی بیرون باشه و نه خیلی داخل رفته باشیم و به کارینا نزدیک شده باشیم. یه جدولی هم هست که طبق این میتونیم تقریبا تخمین بزنیم که چه سایز لوله تراشه‌ای برای نوزاد باید استفاده بشه. برای مثال شما سر زایمان بالای 34 هفته میرید، حتما لوله تراشه شماره 3.5 دم دستتون باشه و سایز کاتتری که برای ساکشن میخواین استفاده کنید شماره 8 باشه، چون 8 از داخل 3.5 رد میشه و میتونید ساکشن انجام بدید. و به همین ترتیب نوزادی که 1.200 تا 2.200 وزن تقریبیشه یا سن بارداریش 29 تا 34 هفته است، لوله تراشه شماره 3 میخواد و کاتتر سایز 6 و 8 میخواد. همونطور که ملاحظه میکنید لوله تراشه شماره 2 رو حتی برای زیر 800 گرم یا 22 تا 25 هفته ذکر نکرده، گفته همون 2.5 استفاده بشه. علتش اینه که 2 انقدر باریکه که با کوچکترین تراشحاتی انسداد ایجاد میشه و کاتتری هم نداریم که به راحتی از توش رد بشه و بتونه ساکشن داخل لوله تراشه انجام بده. این وسیله همون استایلته که ممکنه فردی که بخواد این توبه کنه نیاز به استایلت داشته باشه که یه تیغه فلزی داخل لوله تراشه قرار میدیم در اینکه لوله تراشه آهار داشته باشه که موقعی که میخوایم این توبه کنیم داخل دهان پیچ نخوره و راحت بشه اینتوبیشن انجام بشه. ولی نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که استایلت نباید از نوک پلاستیکی از سر پلاستیک لوله تراشه بیرون بزنه چون تروماتیزه میکنه و برای اینکه موقع اینتوبه کردن سر نخوره و داخل نره مثل شکل بالاش رو خم میکنیم که گیر کنه و خیلی فرو نره. قبل از احیا حتما باید تخت احیا رو آماده کرده باشید. ارتفاع تخت مهمه که باید تا زیر سینه و بالای شکم فردی که میخواد احیا کنه قرار بگیره. نباید شیب دار باشه، باید کاملا صاف باشه. نوزادی که روی تخت احیا میذاریم حتما سر، گردن و بدنش در میدلاین و در یک راستا باشه. همونطور که خانم دکتر گفتن اسنیفینگ پوزیشن باید رعایت بشه که سر خیلی هایپر اکستنت نباشه، خیلی فلکس نباشه. بهترین ویو برای اینکه بتونید این تو بکنید اسنیفینگ پوزیشن که میشه یه شولدر پد زیر کتفش قرار داد و 1 تا 2 سانتی متر بالاتر قرار بگیره که این اسنیفینگ پوزیشن راحت‌تر هندل بشه. این تصویریه که منظورمون از اسنیفینگ پوزیشن چیه که تصویر بی درسته. همونطور که می‌بینید بازترین حالت راه هوایی اسنیفینگ پوزیشنه. در تصویر A نوزاد خیلی هایپر اکستند شده، در نتیجه می‌بینید اون فرد نمیتونه این تو بکنه چون سر نوزاد خیلی هایپر اکستنده. در تصویر C سر خیلی فلکسه، در راه هوایی خم شده، در نتیجه بازم دید خوبی نداره. تیغه لارنگوسکوپ رو وقتی تو دستمون میگیریم از قسمت بیسش باید نگه داریم. شست دست روی تیغه میخوابه. اگر شما راست دست باشین یا چپ دست باشین حتما لارنگوسکوپ رو با دست چپ باید نگه داریم بخاطر اینکه اینطوری طراحی شده. ابتدا آرنج نزدیک بدن قرار میگیره. مچ دست باید حالت صاف باشه، به هیچ عنوان به اصطلاح نباید مچ دست بشکنه و خم بشه. لارنگوسکوپ رو وارد دهان نوزاد می‌کنیم که زبان رو نگه داریم. نوک تیغه لارنگوسکوپ در فضای بالکولا باید قرار بگیره و بعد
این تصویر وسط پایین اشتباهه که مچ دست فردی که داره اینتوبه میکنه میشکنه به سمت عقب میاد. این نمیتونه درست اینتوبه کنه. باید وقتی که لارینگوسکوپ رو در محل صحیحش قرار دادیم به سمت بالا بکشیم، زبان رو کمی به سمت بالا بکشیم تا ما بتونیم تار صوتی و نای رو ببینیم. این تصویر باید دیده بشه. وقتی که هنوز این تصویر رو نتونسته اون فرد ببینه، به هیچ عنوان بلاین نباید رول تراشر رو وارد کنه، چون احتمال خیلی زیاد وارد مریش خواهد شد. تیغه لارینگوسکوپ در فضای بالا کلا، یعنی انتهای زبان قرار گرفته، اپیگلوت به سمت بالا میاد، یعنی با کشیدن دست به سمت بالا بدون اینکه مچ دست رو بخواید خم کنی، اپیگلوت به سمت بالا کشیده میشه و شما تار صوتی رو میبینید. نکته که مهمه اینه که با فورس نباید لوله تراشر رو وارد کنیم. ممکنه تار صوتی در اون لحظه بسته باشه. تا 30 ثانیه ما میتونیم صبر کنیم که هر موقع تار صوتی باز شد با دست راستمون که لوله تراشر داریم وارد میکنیم، هر موقع باز شد رد کنیم. یعنی روی تار صوتی بسته ما فورسی با لوله تراشر وارد نمی‌کنیم که بخوایم اینتوبیشن انجام بدیم. اگر طی 30 ثانیه تارهای صوتی باز نشدن، متوقف می‌کنیم عملیات اینتوبیشن رو، لارینگوسکوپ رو خارج می‌کنیم، ادامه آنبوبک با ماسک رو انجام میدیم تا ترای بعدی که بخوایم اینتوبه کنیم. همونطور که توی این تصویر می‌بینید، افرادی هم که دارن کمک می‌کنن به احیا، کمک می‌کنن دهان نوزاد باز باشه، در سریعتر لوله تراشر رو به دست راست فردی که می‌خواد اینتوبه کنه میدن. و یه نکته دیگه هم که هست، اون فردی که داره اینتوبه می‌کنه سعی کنه خودش خم بشه و نگاه کنه. بچه رو هی هایپر اکسل نکنه، هی با دستش بلند نکنه، خودش خم بشه تا بتونه نمای بهتری داشته باشه. بعد از اینکه اینتوبیشن انجام شد، با انگشت سبابه روی کام نوزاد مثل تصویر لوله تراشر رو نگه می‌داریم که اکستیوب نشه و خیلی هم فرو نره، سر جای خودش وایسه. به آهستگی لارینگوسکوپ رو دست چپ خارج می‌کنیم. اگر از استایلت استفاده کردیم، خیلی آروم بعدش استایلت رو خارج می‌کنیم، ولی حواسمون هست که لوله تراشر در نیاد و اکستیوب نشه. حالا باید چک کنیم که آیا به درستی داخل نای تعبیه شده یا نه. یه دستگاهی هست که بعضی از بیمارستان‌ها دارن که CO2 رو میسنجه. اگر لوله تراشر داخل نای قرار گرفته باشه، به خاطر اینکه تو هوای بازدمی ما CO2 داریم، تو این دستگاه نشون میده که CO2 داره برمیگرده توی هوا، گاز CO2 رو دیتکت میکنه. میبینید که سرش بنفش رنگه. وقتی دیتکت میکنه به رنگ زرد تبدیل میشه. حالا ممکنه که این دستگاهی که CO2 رو بخواد بسنجه رو نداشته باشیم. چطوری بفهمیم؟ PPV میدیم و سمع ریه دو طرف رو میسنجیم که باید صداهای تنفسی رو در دو سمت بشنویم. همونطور که میبینید بیشتر سمت آگزیلا رو داره سمع میکنه، چون جثه نوزاد ممکنه خیلی کوچیک باشه و شما صدای ریه سمت مقابل رو اینور اکو کنه و بشنوید. بهتره که از آگزیلا گوش بدید. از طرف دیگه چست رایز قرینه رو می‌بینید و از همه مهمتر برای اینکه بفهمیم که اینتوبیشن درستی انجام شده، افزایش ضربان قلبه. پس در نتیجه باید یا چست لید داشته باشیم یا با گوشی پزشکی ضربان قلب رو بسنجیم، یا پالس اکسیمتر داره به ما افزایش هارت ریت رو نشون میده اگه بخواد به اینتوبیشن جواب بده. توی این قسمت گفته که گاهی اوقات لوله تراشر زیادی داخل رفته به کارینا نزدیک شده و بیشتر ممکنه ریه راست رو بخواد ونتیله کنه، که توی اینجا شما صداهای تنفسی رو در ریه راست میشنوید و سمت چپ چیزی نمیشنوید. گفته به آهستگی لوله تراشر رو باید خارج کنید تا اینکه قرینه دو طرف صداهای تنفسی رو بشنوید. میشه از گرافی هم کمک گرفت که توی گرافی کارینا محل دوچاقه شدن نای رو داریم میبینید و توی تصویر سمت چپ لوله تراشر به درستی در قسمت میدلاین قرار گرفته. یعنی وقتی ما اینتوبه میکنیم حدود 1 تا 2 سانتی متر جلوتر از تار صوتی باید وارد بشیم و از کارینا باید فاصله داشته باشه. شکل سمت راست رو میبینید، نوک لوله تراشر تا کارینا اومده، ریه سمت راست سیاه شده، هواگیری کرده، ونتیله شده، ریه سمت چپ سفیده و کامل کلاپس کرده. حالا برای اینکه بتونیم عدد بدیم که رو چه عددی بخواد فیکس بشه، یکی از روش‌ها اندازه‌گیری نازو تراگوس لنگثه که از سپتوم بینی نوزاد تا تراگوس گوشش رو با متر به سانتی متر اندازه میگیریم. عددی که به دست میاد رو به اضافه 1 میکنیم. برای مثال این ابعاد 6 سانتی متر، عددی که باید فیکس کنیم روی عدد 7 هست. نکته‌ای که مهمه اینه که حالا عدد 7 نسبت به کجای نوزاد.
لوله تراشه‌ای که در وضعیت اینتوبه قرار داره رو به سمت میدلاین دهان میاریم و اون عدد 7 باید در محاذات لثه فوقانی نوزاد باشه، نه لبش، چون ممکنه که به خاطر زایمان ادم لب داشته باشه و خطا ایجاد کنه. پس همونطور که تو شکل می‌بینید عدد مثلا 7 در اومده طبق لثه فوقانی نوزاد روی عدد 7 فیکس میشه. تغییرات NRP جدیده که طبق لثه فوقانی نوزاد باشه. برای تخمین عمقی که بخوایم فیکس کنیم جدولی هم وجود داره که بر اساس سن بارداری، بر اساس وزن نوزاد ذکر کرده. برای مثال نوزاد 33 تا 34 هفته است یا وزن 1500 تا 1800 داره، حدوداً عددی که باید فیکس بشه 7.5 سانته که خیلی خوبه که توی اتاقای احیا یه پرینت این روی دیوار نصب شده باشه که بشه بهتر فیکس کرد و روی عدد دقیق تری فیکس بشه. آپدیت های جدیدشه. بله. در مرحله بعدی خب مهمه که لوله تراشه فیکس بشه و اکسیوب نشه. از چسب ضد آب استفاده میشه. توی تصویر بالا نحوه بریدن چسب رو ملاحظه میکنید. فقط اینکه قبلش صورت نوزاد رو خشک کنید، چون در زمان تولد بدنش همچنان ممکنه یه خورده خیس باشه برای اینکه چسب بهتر بچسبه. رو قسمت لب بالای یعنی قسمت فوقانی لب چسبیده میشه و اون دو قسمت بعدیش دور لوله تراشه فیکس میشه. حالا نوزاد رو اینتوبه کردیم و وضعیت نوزاد نسبت به قبل از اینکه اینتوبه بشه بدتر شده. توی اینجا 4 تا مسئله رو حتما باید در نظر داشته باشیم و بررسی کنیم که به اصطلاح دوپ گفته میشه. دی به معنی دیسپلیسمنت، یعنی لوله تراشه خارج شده، اکسیوب شده. او obstructed endotracheal tube، یعنی به خاطر ترشحاتی که جمع شده لوله تراشه ما کینک شده. پس تو این مرحله باید سعی کنیم ساکشن کنیم و راه هوایی رو باز کنیم. بر همین وضعیت نوزاد بدتر شده، اصلا ونتیلیشن به ریه‌هاش نمیرسه. مورد بعدی که خیلی مهمه اینه که نوزاد نوموتراکس کرده که تا شما اون هوای دور ریه رو خارج نکنین و یا چستیوب نصب نکنین به هیچ عنوان وضعیت نوزاد بهتر نمیشه. و آخرین مورد که اکویپمنت فیلره. برای مثال بارها پیش اومده که موقع احیا برای مثال دستگاه کار نمیکنه یا FiO2 هنوز 100% نیست یا اینکه اکسیژن مرکزی قطع شده یا بارها پیش اومده که رابط اکسیژن از مانومتر جدا شده، کنده شده یا اینکه دستگاه تیپیس داره خوب ونتیلیشن رو برقرار نمیکنه یا آمبوبگ اگه داریم استفاده میکنیم لیک داره. گفته تمام تجهیزاتتون رو بررسی کنید که چرا بعد از اینتوبه شدن وضعیت نوزاد از قبلش بدتر شده. و در آخر قبل از هر زایمانی، حتی زایمانی که ما پیش بینی نمی‌کنیم که این نیاز به احیا پیدا کنه، افرادی که مخصوصا با تجربه تر هستن 0 تا 100 وسایلی که لازمه برای احیا و افرادی که تو تیم احیا باید شرکت کنن و مهارت کافی داشته باشن همه آمادگی کامل دارن، چون بارها پیش اومده که نوزاد خوب بوده، اصلا پیش بینی نمی‌شده که نیاز به احیا پیشرفته داشته باشه، اما برای مثال چسبندگی داخل شکم مادر بوده که به سختی تونستن خارجش کنن و آبکار پایین متولد شده. برای همین واقعا توصیه میشه که قبل از هر زایمانی هم فردی که مهارت اینتوبیشن و مهارت احیا داشته باشه، هم کل تیم آمادگی لازم رو داشته باشن و بالین نوزاد حضور داشته باشن. خیلی ممنون از توجهتون. خب ممنون خانم دکتر، ممنون از سرکار خانم دکتر رحیمی و سرکار خانم دکتر سلطانیه بابت ارائهشون. تشریف ببرید استراحت و یه پذیرایی کوچیک، بعد انشالله بعد از تایم استراحت با فکر میکنم که